من در حاجتخانه و حمامها کار میکنم. در وقتی کار موعظه یا قرائت قرآن رو گوش میکنم جایز است. در حالتهایی که شما در حاجتخانه باشین، شما مقصد اونجا در جای موعظه و جای یعنی قرائت قرآن نیست. ولی در حمام باشین، اگر شما در حمام همچون خادمین، همچون خدمتگارین میلش، لیکن در حالتهایی که شما عریان باشین، لباساتون کشیدگی باشد، این خیلی حالتها هم شما موعظه و قرآن گوش نکنید. استاد از چی باشد که وقتی قرآن را گوش میکنم درونم تثبت گرم میشود؟ خیلی الله مهربان دانا هست. شاید که مثال قرآن بسیار با ذوق گوش میکنی، یا شاید که انشاءالله به قرآن مهر و محبت داری، یا از مثال کلام الهی است میترسی، شاید تثبیتن تا حساب باشد. آیا پیامبرمان اذان دادگی هستند یا نه؟ یعنی آیا پیامبر یگان بار اذان دادن یا نه؟ نه، پیامبر هیچگاه اذان نمیدادن، زیرا پیامبر وظیفش اذان دادن نبود برادران. پیامبرمان وظیفش این تبلیغ بود، این رسانیدن سخن خدا بود. برای همین در عمرش حضرت هیچگاه اذان دادگی نیستند. خب نماز جمعه را با چند نفر خواندن جایز است؟ به غیر امام اگر 3 نفر باشد اجازت است که نماز جمعه را مقصد ادا کنند. آیا اسم مطلوبه انا اگر بگذاریم درست است؟ درست است. نام مطلوبه هم نام زیبایی. شخصی که با پدر و مادرش جنگی است و آنها را دشنامه قبیه میکنند، این گونه شخصان زیارت حج کنند، حجشان قبول می شود؟ اکو برادرای عزیز، امروز اکو مسئله حج یک عبادتی شده است که هر نفر می رود زیارت میکند و میگردد میآید، لیکن قبول حج این است که تا اگر فعل و فعال ما عوض نشود، یعنی همون بعضی کردارهای نادرستی که ما داشتیم اونها اگر از بین نروند، میگن همین نشانه همون است که حج می آدم قبول نشده است. یعنی یک آدم پیشتر مثال گوییم سیگارت کش بود،